салом бинандагони азиз, закӣ ва хушманди телевизиони Баҳористон. пешниҳоди шумост барномаи биёед бигӯем ва мо қарор дорем дар мактаб-интернати ҷумҳуриявии низомаш махсуси шаҳри Ҳисор ва бо иродату садоқатмандӣ як зумра хонандагон ва омӯзгорони муҳтарам моро дар барнома ҳамроҳӣ мекунанд, ки якояки шуморо хушомадед мегӯем. бинандагони арҷманд, тасмим гирифтем, ки дар ин барнома бо хонандагон суҳбат кунем, хонандагоне ки дар мактаб-интернати низомаш махсус таҳсил мекунанд ва ҳамагӣ хонандагоне ҳастанд, ки дар синфи нуҳум мехонанд, яъне хатми мактаб мекунанд ва шомил мешаванд ба дигар муассисаи давлатии таълимӣ. хуб, мехостем суҳбатро оғоз кунем. муаллима, марҳамат, аз шумо оғоз мекунем. Бигӯед, ки таҳсил чӣ гуна аст? хонандагон дар мактаб чӣ гуна таҳсил мекунанд? اقدامی پیش گرفته جناب عالی پرزیدنت جمهوری کشور اساسگزار صلح و وحدت امام علی رحمان به معیوبان و یتیمان توجه خاص ظاهر نموده است. ما هم آموزگاران این یتیمان و معیوبان را هیچگاه خوار و زار شده نمیمانیم، با آنها توجه خاص ظاهر می نماییم. به آنها ما گویا خودمان تصور کرده نمیتوانیم. و نسبت معیوبان و یتیمان مهر، محبت و یک مهر به اندازه خاص به خود پیدا کرده ایم و آنها را در روحیه وطن دوستی، خویشتن شناسی، خودآگاهی ملی تعلیم و تربیت نموده با آنها دانش خوب میدهیم و در اینجا فعالیت کرده ایستاده‌ایم. آنها از تمام فنها تامین میباشند. خوانندگان فنهای دقیق پره تامین کرده داشته است. همه آموزگاران، مربیان، شبانه روزی مربیان به اندازه مهنت کرده ایستادند نسبت معیوبان، نسبت این خوانندگان و ما به آنها توجهی بینهایت خاصه ظاهر میکنیم و میخواهیم که یکی از در آینده در جمعیت یکی از جوانانی با ننگ و با ناموس ملت باشند و برای خلق و وطن خود خدمت نمایند. سلامت باشید. خود رو معرفی کنید برای بیننده. من آموزگار فن زبان انگلیسی کرامتم کرما میپرسم. خب، معلم، شما از فن زبان انگلیسی دانش می‌آموزید. توجه چگونه است به این فن از جانب خوانندگان؟ توجهی بینهایت خوب ظاهر می‌نمایند. آنها این فن را نقص از خود کرده می‌کنند و در درس‌ها خوب فعالانه اشتراک می‌کنند. بعضی‌هاشون با زبان انگلیسی گپ می‌زنند. باز هفته‌های فنی می‌گذرانیم با این خوانندگان. هر هفته، هر پگاهی روزی هفته‌های فنی با زبان انگلیسی، با شعر، با چیستان‌ها، با ضرب المثل‌ها آغاز می‌گردد و نسبت این فن خیلی توجه خوب ظاهر کرده ایستادن خوانندگان و از خود میکنن. 35 سال شد که کار و فعالیت میکنن با معیوبان، با کودکان دارای امکانیت محدود فعالیت میکنن. شرایط مهیا است فکر میکنم. تمام شرایط به این خوانندگان مهیا است. خوراک گرم همه وقت تامین است و خوراک گرم، جای خوابگاه، خانه‌های بازی با تمام شرایط ها مهیا کرده است. همه شرایط ها هست برای خواندن. فقط برای خوانندگان ما خواندن در کار است و تمام. بله. خوراک گرم نیز میدید؟ میدیم. خوراک گرم 3 وقت هست. پگاهی روزی، نصفی روزی، بگاهی روزی. خب، سلامت باشید. شرایط ها هست. دخترها، مربیه ها کار میکنن، فعالیت میکنن. آشپزها خوراکای گرم رو میپزن، مثال تیار میکنن. اونها فقط در آشخانه میروند، خوراکای رو میخورن. اگر تشنه موندن وای باشن در خانه های بازی چایشون میبرن، کمتر استعمال میکنن برای نوشیدن. آینه های نیلگون کار میکنن در وقت خالیگی، در وقت مشغولیت هایی که درس میخونن برای درسی تیار کردن وقتی معین جدا کرده داشته است. از ساعت 2 تا ساعت 4 وقتهای درس تیار کنی داریم. با از ساعت 4 تا بگاهی روز تا ساعت 6 بازی دارن. اونها به بیرون یا در خانه‌های بازی در کجایی که خواستن برآمده بازی میکنن. بعد از ساعت 6 خوراک شام داریم. بعد خوراک شام باز تماشای آینه نیلگون است و بعد از اون خواب میروند. سلامت باشید. تشکر برای اندیشه هایتان. گمان میکنم که چنین آموزگاران میتوانند که جهت تعلیم و تربیت پره نسل نورست همگذاری کنند. برای زحمت ها، برای فعالیتتون تشکر میگیم.
اکنون نوبت رو میخوام که به خوانندگان دیم. ادامه صحبت با شما در ارتباط میشویم. مرحمت بگوید. من خواننده صنف 9 آلایا رسوخدیانه می باشم. من طول 5 سال شد که در مکتب اینترنت جمهوریوی تحصیل میکنم. در اینجا تحصیل خیلی خوب است. از سالهایی که من آمدم این روزها حصه معلمه مهربان ما راهیله نورحمدزاده در این مکتب خیلی زیاد هست. آنها باغچه هامون از نو تعمیر کرده اند. در دوره پیش نبود. آشخانه هامان از نو ریمونت شده است. خوابگاه هامان، خانه بازی هامان همش از نو تعمیر شده اند. سوخدیانه از کدام ناحیه آمده؟ از ناحیه شهری توس. از شهری توس. 5 سال شده الان. 5 سال. کی آورد شما را؟ چگونه فهمیدید و برای چی آمده؟ من در ناحیه شهری توز یک دختر بود. آن پسر آنها در اینجا کلان شدن خواندن. حاضر آنها دختر کلان هستند. با توصیه همان کس من رو پدر و مادرم به اینجا آوردن. تا اومدن شما 5 سال شد. الان شما صنف 9. وقتی که آمده تا اومدن در کدام مؤسسه تعلیم گرفته؟ در مؤسسه میانه تحصیلات عمومی در رقم 23 در ناحیه قبادیا. یعنی شما در اونجا نیست تحصیل میکردید. آمدید اکنون وارد شده. 5 سال پیش الان 5 سال سپری گشت. روزهای اول اومدن چگونه بود؟ چگونه مناسبت بود؟ شما یک بار از پدر و مادر جدا شدید آمدید. پدر و مادر چی کار میکنن؟ پدر و مادرم خانشین هستند. شما آمدید خبرگیری می آمدن یا که شما می رفتید؟ چگونه است؟ من روزهای اول به اینجا آمدم. مربی ها معلمه ها با من رفتاری خوب کردند و پدر و مادرم هر ماه 1 ماه پس من رو به خانه میبرن. همشان خبرگیری میآیند. به مابین هفته ها خبرگیری میآیند. من در اینجا زیق نمیشم برای آنکه اینجا دوگانه هایم هست. مربی ها و معلمه ها با ما مناسبت خوب دارند. مناسبت خوب دارن. کی است دوگانه های شما؟ دوگانه های من این دخترها هستند با دخترهایی که حاضر در خانه هاشون است. از صنف های پایانی نیست دوگانه داره؟ بله. کیا؟ انا کبریا نام دارند، حبیبه با دیگر دخترها. کدام فن های تعلیمی را دوست می‌داره؟ فن های انگلیسی، زبان و فن های دوزندگی، تکنولوژی مهنت. بله. از دوزندگی چی یاد گرفته؟ چی آموخته؟ از دوزندگی یاد گرفتم که ما میتوانیم کرته دوزیم، سمکه بافی، دستمال بافی. اینها را با کار با مهره، کار با ماشین درزدوزی، آنها را معلمانمون به ما یاد میدهند. در اینجا ماشین هم نیز هستن؟ بله. در کارگاه دوزندگی اتون؟ بله. خب در جشن ها ایدها شما را کی خبرگیری میاد؟ در جشن ها ایدها از طرف پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان می آیند. از تحفه ها می آرند، لباس ها می آرند مانه، از حاکمیت حصار می آرند، از دیگر جای ها تحفه میارن نه؟ سر و لباس هم میارن؟ بله. سر و لباس رو نیز مؤسسه با شریکانی روش با آنهایی که کمک میکند به شما تامین میکنند؟ بله. تشکر سعودیانا. امید میکنیم که شما مؤسسه را با بهای خوب و عالی ختم میکنید. یک متخصص خوب میشوید. برای ملت و وطن خدمت میکنید. پیش از همه برای خودتون یک هنر میآموزید برای پیشبرد زندگیتون. صنف 9 هستید؟ نقشه ها چگونه هستند؟ من میخواهم اینجا را ختم کردم به معلمگی سپارم و در آینده مثل همین معلم و مربی ها ما به فرزندان آینده ملت خدمت کنم. شما میخواهید که آموزگار شوید؟ بله. بعد از ختم 9 میخواهید که آموزگاری روید؟ کجا؟ نزد پرکاتور هستن در آنجاها. شما میخواهید به لیسه معیوبان انتقال یابید؟ بله. خب تشکر. مرحمت. کی گپ میزند باز؟ کی میخواهد که صحبت کند؟ کی میخواهد که وابسته به شرایط ها بگوید؟ خب مرحمت. شما؟ من عبدالله وعیده صنف 9 میخوانم. من همین سال آمدم. از کجا؟ از جرگتال. از جرگتال. من اینجا زبان یاد گرفتم و رسم کشی را. اینجا درس ها هم از سازای.
پدر مادر چیکار میکنن؟ خونشین. هر دویشان خانشین هستن. بله. باز برادر داره؟ او چند نفر؟ م، اکا دادر دارید شما؟ دارم چند؟ 4 تکه. 4 اکا داره؟ خودتون؟ باز کی؟ 2 تا خواهر دارم. 2 تا خواهر دارید. او با اسبابغل راه میگردید شما؟ او الکی عادت کردید؟ بله. با در اویله شما با کی است که معلولیت داشته باشه؟ نه. یگان نفر نیسته؟ نه. خود شما. و برای شما دولت حکومت این گونه مؤسسه ها را مهیا کرده است، فراهم آورده است، تأسیس داده است که شما در بین جامعه باشید، در بین جمعیت باشید. ما کارمندان بسایط اخباری ما مسئول هستیم که بیاییم نزد شما، با شما صحبت کنیم، اندیشه های شما رو گیریم. تشکر که امروز در برنامه ما اشتراک کردید. بینندگان عزیز، شما ادامه برنامه بیایید بگویید را تماشا کرده ایستادید و ما قرار داریم در مکتب اینترنت جمهوریوی نظامش مخصوصی شهر حصار صحبت ما را تماشا بین باشید. برآمد. خود را معرفی کنید. من نمان سردار تصنیف نهم میخوانم. نامتون سردار؟ و سردارها خیلی مانند شما. خب صنف 9 شده الکی. از کجا؟ از شهر ترسانزاده. از شهر ترسونزاده آمده. چند سال شو تحصیل میکنید اینجا؟ 9 سال. 9 سال در اینجا میخونید ها؟ بله. خب بگویید دیگه. چگونه است شرایط؟ صنف 1 آمده چگونه بود؟ شما را چگونه پرستارا نگاه میکردن مربی ها؟ حاضر شما که بزرگ شدید ها؟ کنی؟ اما با مولای سوز از صنف 1 دومی سومی چی در یاد دارید؟ باری غمگین شده؟ ها؟ بله اما میشه. گریه کردید؟ نه که خیلی نمید. گریه نکردید؟ برای چی غمگین شدید؟ اون من چی در یاد دارید از حیات کودکیتان؟ اگه شما حوزی نوره از جوان میشوید نصیب باشد. از دوره کودکی چی در یاد داره؟ هم معلم محمد ها؟ جنگ میکرد بخوام افتادم. معلم تو جنگ میکرد؟ کی؟ چی وای معلم نیسته؟ حوزی نیسته؟ آها. برای چی جنگ میکرد؟ برای خونه گفت. برای که خونت شما؟ خونه. و فکرتون همون آموزگار خوب میکرد یا بد میکرد؟ با منفیت بود؟ بله. شما نمیخوندید؟ اگه وقتش بود. وقتش ده نمیخوندید؟ خب با چی در یاد داره؟ شما مثلا در یاد دارید که آموزگار شما رو جنگ میکرد که خونید. باز چی؟ باز چی؟ 9 سال شما در همین مکتب تحصیل میکنید. درس ها رو یاد گرفتن. درس رو یاد گرفتید؟ تاجیکی رو یاد گرفتن. با زبان دولتی. زبان دولتی رو یاد گرفتید؟ بله. پدر و مادر چی کار هستن؟ پدر و مادرم در ولایت خطرون کلوگری میکنن. کلوگر هستن؟ هنری قدیمه؟ شما چی؟ یگان چی یاد گرفتید؟ کدام وقتا شما به خانه میروید؟ 15 روز پس. 15 روز پس شما خانه میروید تا ماهی سپتامبر؟ انا هر سال شما میروید؟ پدر و مادرم میآیند؟ شما از شهر ترسونزاده پدر و مادر شما در ولایت ختلان زندگی میکنن؟ نه در اونجا زندگی میکنن، در اونجا کار میکنن. کارگاهشون در ولایت ختلان است. کدام ناحیه؟ خودی باخته؟ عبدالرحمن جامی. عبدالرحمن جامی. شما چی یاد گرفتید از پدر و مادر؟ اون منظوری ما هنری کلالگری. همون کلهایشون رو چی میسازن؟ تندور دگدون. همون سوختنشن با اسب پا دورن خودشون هوایی رو یاد گرفتگیم. خب اگر شما من بیام فرمایش دیم که شما برای ما تندور سازه یا چکدان یا که بعضی منطقه میگن دگدان میتونید ازش مستقلانه؟ بتونم. میتونید؟ چیکار میکنید؟ لای میشورن یکم مکم. لای؟ خاکی همون تندوره که گفتید شما خاکش را از کجا میگیرن پدر مادر؟ از قزل قلم. از قزل قلم میارن. خاکی سرخ. خاکی سرخ استفاده میشد. باز چی؟ پشم گو. یولی اسب. یولی اسب. خب کا. خب یولی اسب از کجا میگیرید شما؟ چی از دیگر جاها میکنه فرمایش میدید. یعنی مبلغ خوبم به دست میارند؟ چند است یک دگدانی که شما آماده میکنید؟ میدونید نرخشه؟ چقدر است؟
300 سوم یا 320 سوم. 320 سومون میفروشیدن. یعنی هنر چی بوده است؟ هنر داشتن ساز بوده است. خب اکنون وارد مؤسسه میشوید. باز چی میدونید در مؤسسه 9 سال که شما تحصیل میکنید باید شما تمامی برد و باخت این مؤسسه رو به ما بگویید، در برنامه بیاید بگید. درس آموختم. درس آموخته. کدام فن را دوست میداره؟ از تربیت جسمانی، انگلیسی. تربیت جسمانی رو دوست میداره. میدویده؟ با چی کار میکنه؟ فوتبال بازی میکنه. با چی؟ در کی است آموزگاری فنی تربیت جسمانیتون؟ یک بار نام نسبش رو گویید که افتخار کنه. گدایف صدالله. گدایف کی؟ صدالله. گدایف صدالله. شما فن تربیت جسمانی رو دوست می‌دارید، باید معلم محترم چیکار کنه؟ زیادتر شما رو جلب کنه. اکنون سپری شده درس ها، امتحان ها هستن. بعد از صنف 9 کجا میروید شما؟ با دانشگاهی دانشگاه تکنیکی. دانشگاه تکنیکی شامل میشوید. با خب کدام اختصاص رو میخواهید؟ الکتریکی ماشین. الکتریکی ماشین میخواهید شدن نه؟ بسیار بله. اختصاص. و این کسب رو به شما کی معرفی کرد؟ کی در ذهن شما پیدا کرد اینا؟ یا خودتون؟ نه خودم شما ذوق داره؟ ذوق دارم. بله. حالی شما یگان کارهای الکتریکی رو میتونه؟ بله. از الکتریکی ماشین رو یا که همه روزه در خانه در نه در ماشین فقط. ماشین دارید شما؟ او در خونه دارم. چی تمغه است؟ لاده. لاده؟ 19. آها. 19. شهادتنامه رانندگی دارید؟ نه اول این سال میگیرم. شما گفتید فن تربیت جسمانی رو دوست می‌دارم. باز کدام فن؟ زبان تاجیکی. زبان تاجیکی. خب باز چی؟ ادبیات. ادبیات دوست می‌دارید. سردفتر ادبیات معاصر کی است؟ صدرالدین عینی. صدرالدین عینی. خب در اینجا با شما ایست میکنیم. نوبت رو به دیگر کس میدیم. شما استراحت کنید، دیگران رو گوش کنید، با صحبت میکنیم. سردار اجازت است؟ اجازت ها؟ عبدالرحیم یوسف جان. یوسف جان، شما نیز میدونیم که در صنف 9 میخونید. ما میدونیم که در این مؤسسه تحصیل میکنید. باز از کدام ناحیه آمده؟ از ناحیه یکم سبزکی. از شهر دوشنبه آمده. آها. چند سال شد؟ از صنف یکی 9 سال. 9 سال شد در اینجا تحصیل میکنید. بله. بعد از اینجا دیگر مؤسسه شما میروید. آها. لیسه مایبون. لیسه مایبون میروید. 9 سال در اینجا خواندید. آموزگاران شما را آموختن، آموزانیدن، مربی‌ها دستگیری کردن، نگاهبین کردن. چی گفتن در کار با آموزگارا به اندیشتان؟ کدام آموزگار رو زیادتر دوست می‌داره؟ دوره پیش معلم ذکر بود. معلم کی بودن؟ ذکر. آموزگار اولینتون نه؟ آها. ذکر. فامیلشون کی بود؟ مرودوف ذکری الله بودگیست. حاضر نیستن؟ نه. شاید که طریق تلویزیون شما رو تماشا کنن، ببینن. از همین منبر بلند اندیشه چی گفتن استید به معلم؟ تشکر زیاد. تشکر زیاد. چی یاد دادن شما از آموزگار اولینتون؟ چی یاد گرفته؟ ماتماتیکا. زبان تاجیکی. حرف. یگان شعر میدونید درباره آموزگار؟ بله. مرحبا. معلمی مهربان، مهرتان در دل و جان، لفظ شیرینی روان رو از شما آموختیم. معلم بسیار مهربانی ها میکردن. بله. حاضر چی؟ دیگر آموزگارا؟ فنی الگبر ساز بود. با معلمی الگبراتونه و شما پسند آمدن؟ پسند بودن؟ درس میدادن شما را؟ بله. آها. خب اکنون که صنف 9 هستید و ختم میکنید، چی است نقشه ها آینده؟ پروگرامیست. میخواید پروگرامیست شوید؟ بله. برنامه ساز شوید شما؟ با کامپیوتر کار کرده میتونه؟ بله. چی اگر شما در آینده تحصیل کنید و برنامه ساز شوید چی میخواهید ساختن؟ کدام برنامه ها رو میخواهید که سازید؟ برنامه تکنیکی.
برنامه تکنیکی. چی چیز نمیرسد به شما در همه این؟ چیز میرسه. همه چیز میرسد. 3 وقت خودی کردم. آها، 3 وقت. خوابگاه ساز، خب، خونه بازی ساز، 2 استادیوم. ورزشگاه دارید شما؟ استادیوم دفعه جای فوتبال بازی. بازی میکنید فوتبال؟ بله. مربی های شبانه هم هستن با شما؟ ها هستن. این زمان مربی های شبانه تون کی است؟ خاله دیما. خاله دیما. شما ویا رقم میتین یا که ویا شما؟ نه سوزه. شما هم غم نمیتید؟ نه. به شما تشکر میگویم که تحصیل میکنید. اکنون وظیفه و مسئولیت شما فکر میکنه همین است که تنها دانش خوب گیرید، مناسبت خوب داشته باشید، آداب و اخلاق نمونه‌ای داشته باشید و در آینده متخصص خوب شوید. چنانه که شما امروز از آموزگار اولینتان یادآور شدید که به شما حرف آموخت، هجا آموخت، صدا آموخت. اکنون همون آموزگار شما متخصص شوید که همون آموزگار با شما چی کار کنه؟ در آینده افتخار کنه. افتخار بده. سلامت باشید. تشکر. بینندگان عزیز، در برنامه ما معلمه عزیز و عزتمند آموزگار صنف‌های ابتدایی ضمیره برات و حضور دارند. می‌خوایم که صحبت کنند، از کودکی‌های این نورسان گویند، از فعالیت صنف‌های ابتدایی بگویند. مرحمت معلمه. طول 20 سال می شود در اینجا کار و فعالیت کرده ایستادم، فقط با صنف‌های ابتدایی از 1 تا 4. وقتی که اینها از خانه می آیند الکی دشوار است برای کودک‌ها، چون که آنها با پدر و مادر در خانه زندگانی می‌کردند، از پدر و مادر دور می‌شوند و اینجا می آیند در طول 4 ماه عادت می‌کنند. وقتی که آمدند روزی اول پدر و مادر که ماند و رفت، اینها تا ابد تا بیگانی میستند که آنها نمی آیند برای بردنشون. زیق میشوند، غمگین میشوند، گریه میکنند. ما با آنها همچون مادر، همچون معلم، همچون مربیه با آنها یک مهربانی نسبت آنها مهربانی میدهیم که آنها همین غمگینی و زیقی و گریه خودشان را بس کنند و اینجا عادت کنند. لیکن به نهایت دشوار است، چون که آنها دیر عادت میکنند. طول 4 ماه هر روز گریه میکنند. با ما آنها را به هر گونه مثال شیرینی ها یا اینکه مهربانی ها عادت میکنیم و خواندن و نوشتن به آنها دشوار است. آنها نمیتوانند. به آنها درس میدهیم، یعنی همچون مادر، همچون آموزگار دست آنها را گرفته به آنها نوشتن یاد میدهیم، حرف یاد میدهیم، مثل شعرخوانی و گپ زنی. بعضی خوانندگانی هستند که میآیند درست گپ زدن نمیتوانند. ما به آنها میآموزانیم، حرف میآموزانیم، رقم، خواندن، نوشتن. در طول 4 ماه آنها عادت میکنند و از خود میکنند. یعنی تجربه 20 ساله شما همین گونه یک معین کرد که به حساب میاد یک در 4 ماه کودک عادت میکنه. بله. کودکایی که مثلا میان صنف 1 هستن، بله. 2 هستن، 3 هستن، اینا خرد هستن. بله آنها خرد هستند. شبانه نگاهبین میکنه. بله شبانه مربیای شبانه هستند. آنها با مهربانی آنها را نگاه میکنند. مثلا در عائله کودکان صنف 1 و 2 و 3 مادر زیادتر نگاهبین میکند، سر روی آن را میشوید، لباسهای آن را تیار میکند. همین گونه است در اینجا؟ در اینجا بله مربیه ها هستند، سر و روی آنها را میشویند، موی سرشون شانه میکنند، لباس هایشون را عوض میکنند، میشویند، درزمال میکنند. همین چی کاری که مادر در خانه میکند در اینجا مربیه های ما میکنند همین کارها را. در برنامه‌ای که امروز اشتراک داره و ما اشتراک داریم خوانندگان صنف 9 هستند. کدام از اینها در یاد شما خردیشون است؟ مثلا سعودیانه گفتند که 5 سال شد آمدم. بعضی هاشون سردار از صنف 1 آمدگی، شما 20 سال شد فعالیت میکنید.
давраҳои синфи 1-2 омадагӣ ҳамино хислаташон, рафторашон, корашон аз ҳамин бачаҳое ки дар барнома иштирок доранд чӣ чиз дар ёди шумо ҳаст? дар ёди ман ҳаст, ман саҳар дар пагоҳи рӯзӣ инҳоро аз синфи 1 бедор мекардам, дар хотирам ҳаст. Ки масалан кадомаша? ман аз Сардор ки Беҳрӯз, Амонулло бедор мекардед чун аз бедор хоб? мекардам. Ман аз хоб бедор карда онҳоро ба хӯрокхӯрӣ мебурдам. хеле бачаҳои шух буданд ино. Бачаҳои шух буданд, ғам медоданд. ман инҳоро дуруст вай мекардам. қатор карда ба назди ошхона бурда, хӯрок хӯрда боз бурда ба омӯзгорашон месупоридам. ба ҳамин роҳ онҳо хеле ба роҳи рост вай карданд. чӣ чиз мушаххасан боз аз хоб мехизондед мебурдед Сардор, нафари дигар гуфтед, ин нафар гуфтед. бо чӣ чиз дар ёд аст? Ягон лаҳзаҳои ғамгинӣ, ягон лаҳзаҳои хурсандӣ, ягон лаҳзае буд ки шумо аз ин ҷо омадан пушаймон шудед ё ки баръакс? дар лаҳзаи ғамгинӣ инҳо ҳамон рӯзе буд ки ба дарс тайёр набудам. ана ҳамин рӯзҳо дар ёди ман ҳаст ки ғамгин будам. бо ман ба ино тавсия медодам ки хондан лозим, тайёр кардан дарса, ба инҳо тавсия медодам ва инҳо боз камтар вай мешуданд, хурсанд мешуданд ки хондан лозим. бале, ғам медоданд гуфтеда? ҳозирам акнун ино синфҳои 9 шуданд. Дар роҳравҳо бинанд салом медиҳанд? бале, салом медиҳам. ҳозирам ғам медиҳанда ба ҳозир фикрам? ба фарқ ҳаст байни аз як соли синфи якуми омадагӣ то синфи 9 аллакай фарқияти калон дорад. хеле бачаҳои ба одоб, ба тарбия ҳастанд. масалан омӯзгор аз хоб мехезонад хонандаро, мегӯяд ки ошхона рав. пас чӣ гуна наметавон ки ба омӯзгор меҳр баст ё ки дил баст ё ин ки меҳр кард? мешунавем. марҳамат. кани муаллима рост мегӯянд? шумоя мехезонданд аз хоб? Бале. чӣ дар ёд доред аз кӯдакӣ? муаррифӣ кунед худатонро. ман Акмалзода Беҳрӯз тӯли 9 сол мешавад ки дар интернат чӣ карда таҳсил карда истодам. ана мо муаллимаи меҳрубон саҳар мехезонданд, мо баъд игравои ҳамон ҷои комнатамон мебурданд, хонаи бозӣ мебурданд, моро либос мепӯшонданд, баъд дасту рӯҳомона ва ёрдам мекарданд, мешуштанд, баъд ба ошхона бурда хӯрокҳомона дар дарунаш нон реза мекарданд, худашон агар наметавонистагӣ ошона худашон мехӯронданд. ана мо ҳамин 9 сол шуд ки дар ҳаминҷа мехонам, шароитош хуб. ман ҳозир бештар дар информатика, дар фанни информатика завқ дорам. фанни информатикаро завқ дорам, мехонам. шумо акнун синфи 9 ҳастед, меравед ба дигар муассиса? хабаргирӣ меоед? бале, хабаргирӣ мебиёем. шояд дар оянда омӯзгори фанни информатика мешавед дар ин ҷо? бале, мумкин. ман бисёр дар барномасозӣ завқ дорам. барномасозӣ мехоҳед. падару модар дар куҷо ҳастанд? падарам ронанда ҳастанд. ҳозир бисёр вақт устодӣ мекунанд. модарам хонашин. давлат ҳукумат ин қадар шароитро барои мову шумо дар ин гуна муассисаҳо муҳайё кардааст. ҷавобан пас мо бояд чӣ кор кунем? мо бояд хонем. дар тамоми ҷашнҳо, дар тамоми идҳо дар муассисаи шумо гумон мекунам ки меҳмон ҳаст. бале, бале. меҳмонҳо ҳама вақт бо дасти пур меянанд. бале, бале. тӯҳфаҳо авваланбор ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мо миннатдори худамро мерасонам ки ба мо ин қадар ғамхорӣ мекунанд, сару либос, тӯҳфаҳо, хӯрокворӣ равон мекунанд ба мо. ба раиси шаҳри Ҳисор, ба ҳамин одамони саховатпеша, ба ҳамаё миннатдори худро мерасонам ки ба мо ин қадар ғамхорӣ мекунанд омада. саломат бошед. акнун ҳар як инсон хоҳ нохоҳ бемор мешавад. шумо бемор шавед ба хонатон меравед? бале, ба хона равон мекунам. ба хона равон мекунад. дар ин ҷо не? дар ин ҷо бо дору, укол чӣ мекунанд? ёри аввалинро мерасонад. ёри аввалинро мерасонам, бале.
تشکر. من خوشمدوف امانالله میباشم که در این مؤسسه 9 سال میخونم از صنف یکمی. در صنف یکمی گریه میکردید، میغلطیدید، میخستید. معلمه گفتن که شما را از خواب بیدار میکرد. در یاد شما همین چیزا هست یا اینکه نه؟ بله این معلمه وقتی که میومد ما رو از خواب میخزاند اینها همش در یاد ما هست و این روزا از یاد ما نمیرود. اینها برای ما یک خاطره میموند که مثل مادرانه ما رو با گپ خوب از خواب خزانده، دستوری ما رو شسته، لباسهای مکتبی رو میپوشاند و به آشخانه میبرد. بعد از آن ما به درس میرفتیم. شما الکی 9 سال شد در اینجا میخونید، یعنی از صنف یکم ها؟ بله. کی آورد شما رو به اینجا؟ من رو به اینجا پدرم آورد. پدرم یکم بار از دوستش این مکتب رو فهمید و به اینجا آورد. من رو در اینجا ماند و با خودش مجبور به خونه رفت. بعد مادرم به من گفت که وقتی که تو به مکتب رفتی پدرت خیلی غمگین شد، خواست که تو رو از اونجا بیارد، ولی ما به او توصیه دادیم که اون باید بخواند تا آینده نان خودش را یافته تواند. یعنی که پدر و مادر خواستن که شما در بین جمعیت باشید. از اون کار و نیت مقصدی که پدر و مادر کردن فکر میکنم که شما نیز راضی هستید. بله بله. و منفیت کردن. بله. بله این کار رو برای خودم، یعنی که آنها میخواستن که من در زندگی خور نشوم، باید بخونم و با دانش خودم، یعنی که چه چیز را آموخته در 9 سال؟ شما اکنون صنف 9 را ختم میکنید در مؤسسه، نفران از همه مثلا صنف های بالایی حساب میشد، ختم کننده هستید شما. چی را یاد گرفته؟ ما در اینجا یعنی که همه درس ها رو میخوندیم و بسیار به من درسی انگلیسی، الگبرا، اینفورماتیکا معقول است و من نیت دارم که در آینده برنامه ساز شوم و من خودم کامپیوتر دارم و اون سر کار میبرم و چی چیزهایی که از کامپیوتر یعنی که من نمیفهمم و یعنی با استادم میگم که یعنی سوال میدیم، اون به سوال من پاسخ میدهد و جایی که نمیفهمم اون به من فهمو میگردونه، یعنی که اونجا رو میفهموند که چطور باید به این کار کرد. بله. در کدام آزمون ها المپیادا اشتراک کرده شما؟ من در نمودی ورزشی اشتراک کردم که پارلیفتینگ میباشد. در جمهوری تاجیکستان شرکت ورزیدم و در نوعهای منطقوی جای دیوم را اشغال کردم و در آنجا ما مدال به دست آوردیم. بله تشکر. شما یعنی که به ورزش نیست مشغول هستید. خب سپاس با شما. من جلال اسماعیل خواننده مکتب اینترنتی شهر ایسار نظامش مخصوص میباشم. من طوری 5 سال میشود در اینجا تحصیل مینمایم. از شهر کلاب آمدید. تا آمدن به این مؤسسه در کجا تحصیل کردید؟ در مؤسسه تحصیلاتی رقمی 2 شهر کلاب. شما رو کی آورد اینجا؟ مادرم. با اسماعیل رفیق هستید شما؟ بله. میخواید کمک کنید؟ یگان نفر از آموزگارا گفتن یا خودتون میخواید کمک کنید؟ این خودتون میخواید که کمک کنید؟ چند سال شد دوستی میکنید شما؟ از صنف 5. از صنف 5 6 7 8 9 5 سال شد. 5 سال. اکنون مکتب رو ختم میکنید؟ ختم میکنیم. شاید که دیگه شما دیگر مؤسسه را بید، اینا دیگر مؤسسه. دوستی شما ادامه مییابه؟ بله. چگونه؟ نمره تلفن هم میگیرید؟ به خانه دعوت میکنید یا دعوت نمیکنید؟ دعوت میکنید. دعوت میکنید. باز کی کمک میکنه؟ باز امانالله. امانالله سپاس به شما. باز کی؟ عمر چی کار میکنه؟ وقتی کار شما رو یک بار مشکل میکنه؟ نه. آسان. خب چی؟ وقتی کی چی؟ وقتی یوسف نباشد رای میکنم. میشود بعضی وقتا هر دوشان میگن که ما مانده شدیم کمک نمیکنیم.
یک خیلی وقت بعد یک خیلی لباساتون کی تیار میکنین؟ خیلی لباسای خوش رو درزمال کرده شما پوشیدید اینقدر زیبا، معلمه منظورا موی سر به ترتیب آوردیدن؟ کی؟ معلمه منظورا موی سرتون کی؟ موی سر ما معلمی محمد شریف ناصرов محمد شریف ناصرов احسن به شما. پول دادید ما آموزگار یا که هم خیلی به پول ها؟ پدر مادر میان خبرگیری؟ بله شما میروی؟ بله کی رفتید آخران بار؟ آخران بار 20 پیش از اید رفتید ها؟ کلان شاید چی میشوید شما؟ کی شدن میخواهید؟ تلفن ساز کنم تلفن میخواهید ساز کنید؟ میدونید ها؟ کدام نمودی تلفن های هازی میدونی؟ سامسونگ ویوو هواوی. برای چی شما مایل کردید که تلفن تعمیرگر تلفن باشه؟ از وقتش من با تلفن مشغول بودم. بله باز ادامه تحصیل میخواهید کردن؟ بله کجا؟ لیسه پشتی پرکرتورا. لیسه مایوان میخواهید روید شما؟ سرود میخونید؟ شعر میدونید؟ سرود نمیخونم، شعر نمیدونم. خیلی بخونید برای بینندگان دیگر. ایا مادر همیشه زنده باشی، همیشه با لب پرخنده باشی. اگر بینی که عمرت کم میمونده است، بگیر از عمر من تا زنده باشی. سلامت باشید. تشکر. وابسته به آموزگارانتون چی گفتنی هستی؟ یکی موی سری شما رو به ترتیب می‌آورده است، دیگری لباس‌های شما رو می‌شسته است، تازه می‌کرده است. اکنون این دیگری بچه‌ها شما را کمک می‌کنند برای رفتن آمدن. به آموزگاران چی گفتنی هستی؟ بر آموزگاران تشکر زیاد برای اینقدر دستگیریتون رحمت میگویم. من از وقتش اومدم نوشتن نمیتونستم و مرا معلمی حکمت احرار نوشتن را یاد داد. بله، حکمت احرار آموزگار شما یاد داده. حاضر حکمت احرار در مؤسسه فعالیت میکنه؟ بله. تشکر میگویم به آموزگار. تشکر به شما. امید میکنیم که شما در آینده دانش میگیرید، صاحب کسب میشوید، تعمیرگر تلفن های موبیلی میشوید و ما نزد شما رفته با در اونجا صحبت میکنیم. شعری به نام نیکت آموزگار دارم، در انجمن به دستت چون تحفه سپارم. منت پذیرم از تو دائم به روزگارم، زین رو بزرگ هستی مثل پدر معلم، در عالم معانی همراه بر معلم. از نام کلی آموزگاران مکتب اینترنتی جمهوری نظامش مخصوص شهر ایسار، مربیان، کارمندان، مینداری خودمان را به حکومت مملکت، به اساسگزار صلح و وحدت، به پرزیدنت کشورمان امام علی رحمان میرسانیم برای چنین شرایط‌های فراهم آوردنشان در این مکتب‌ها، برای دستگیریشان مینداری خودمان را میرسانیم. بگذار همیشه سربلند باشند و در سری ما تاجیکان راهبر باشند. ما افتخار از ملت خویش، از وطن خویش و از راهبر خویش افتخار داریم. بگذار همیشه سایبان سری ما تاجیکان باشند و آباد باشد. سلامت باشید. تشکر زیاد. بینندگان عزیز، شما صحبت صمیمانه تربیت گیرندگان مکتب اینترنت جمهوری نظامش مخصوص شهر ایسار رو تماشا کردید، گوش کردید. گمان میکنم که از صحبت اینها، از صحبت آموزگاران محترم به خود غذای معنوی گرفتید. اندیشه های سالم و سازنده شان شما را سوی آبادی و آزادی و دولت ملی تاجیکان برد و ما نیز مشاهده کردیم که در این مؤسسه تمام شرایط برای نسل امروز مهیا از دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته زیر غمخوری خود قرار داده است این نسل نورس را و در آینده امید داریم که این نورسان پیش از همه صاحب کسب شده برای پیشبرد زندگی خود و جامعه سهمگذاری میکنند. بینندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی بیایید بگوییم. خیر، تنصیحت خانواده باشید.